اومده بچه‌های همشون خونه به در کردیم خود رو یک جفتی اویلاداری نفقه‌خوران در مرکز خوجند صندوق نصب کردند که در آن هر روز برای همه نیازمندان نانی رایگان گذاشته می شود. می نویسد رادیوی آزادی. رحمت الله غیاسه و همسرش بیساجیده می گویند آنها فرزندانی را تربیت کردند که خانه و عائله خود را دارند و اکنون می توانند نفقه خود را به نیازمندان تقسیم کنند. رحمت الله 70 ساله و بیساجیده 67 ساله می گویند که تا زنده بودنشان هر روز صندوق را با نان پر می کنند و ساکنان دیگر را نیز دعوت می کنند که به تشبث آنها همراه شده به قدر امکان این صندوقچه سحرناک را پر نمایند. برای جلب نمودن دیگران به این کار خیر آنها در قوطی نوشتند هر کسی که از این قوطی چیزی میگیرد قناعتمند خواهد بود و هر کسی که در اینجا چیزی میگذارد عمری دراز خواهد دید. صندوق در نزد قصر جوانان شهر خوجند در نزدیکی دکانهای فروش نان گذاشته شده است. شکر پروردگار خداش اثر دادگی ریزق ماشین. نفقه‌خوران از ما خواهش کردند که هر روز 10 دانه نانی کلان را در قوطی گذاریم. برای این آنها پیشکی پول می‌دهند و بعضی ها الکی درباره این قوطی معلومات دارند و نانها را از آن می‌گیرند. اینچنین ما آنهایی را که از این عمل خبر ندارند به آنجا برده به آنها 1 یا 2 نانی رایگان می‌دهیم، گفت نانفروش. قرض قوله قطع گشته با تاجیکستان آمدیم. طبق آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 عائله کم‌بضاعت زندگی می‌کنند. با سبب پاندمی کرونا ویروس و در نتیجه از دست رفتن صدها جایهای کاری چی در خود تاجیکستان و چی در مهاجرت مهنتی در روسیه شماره چنین خانواده‌ها خیلی افزوده است.